تو هم اگر یک هدف داری و فامیل و رفیقا و دوستا و خاله و کاکا و عمه باور نداره، ویدیو رو گوش کن. من تقریبا 5 سال است که دوست داشتم یک شغلی داشته باشم که آزاد باشم. دوست داشتم یک شغلی داشته باشم که آدم ها به من احتیاج داشته باشه، آدم ها به من احترام داشته باشه. دوست داشتم یک شغلی داشته باشم که درآمدش نامحدود باشه. امروز خدا را شکر، خدا را هزار بار شکر، به او هدف خود رسیدیم. خیلی از آدم هایی که باور کن، خیلی از آدم هایی که 1 سال قبل، 2 سال قبل، 3 سال قبل مرا ریشخند میزدن یا میگفتن که او بچه پور پشت یک کار صحیح، به خدا پیش ما زاری میکنم، میگه بیا که ما کار کن. هدفی که داریم، مسیری که داری، اگر میفهمید درسته ادامه بده و خوب جدی ادامه بده، ولی آموزش ببین، ولی یاد بگیر، ولی مطالعه کو، ولی هر روز بهترش کن. نمیگم که یک مسیری که اشتباه هسته ادامه بدی، مسیر درسته ادامه بدی.